سلام به شما. خب امروز میخوایم یه شیرجه عمیق بزنیم تو این منابعی که برامون فرستادید در مورد تاریخ کامل فوتبال. سلام. بله، یه موضوع خیلی گسترده و جالبه. دقیقاً از اون ریشه های باستانیش شاید یکم گم شدهش تا همین پدیده جهانی که امروز داریم میبینیم. همینطوره. هدفمونم اینه که یعنی مهمترین لحظه ها، اون نقاط عطف کلیدی که این بازی رو این شکلی کردن پیدا کنیم. ببینیم چطور از یه سری بازی ساده با توپ رسیدیم به ورزش شماره 1 دنیا. با بیشتر از 150 میلیون بازیکن ثبت شده. عدد عجیبیه واقعاً. بله. منابع شما هم خیلی کاملن. از اون بازی‌های باستانی مثل کوژو تو چین گفتن تا هر جمرج فوتبال انبوه قرون وسطایی که بیشتر شبیه جنگ بوده تا بازی. آره واقعاً. بعد میرسه به لحظه مهم وضع قوانین تو 1863، تأسیس فیفا، انقلاب‌های تاکتیکی مثل WM و توتال فوتبال و البته تجاری سازی عجیب و غریبش تو دهه‌های اخیر. آماده اید ببینیم مثلا کدوم قانون دقیقاً بازی رو عوض کرد یا چطور یه تغییر کوچیک تو آفساید کل تاکتیکا رو زیر و رو کرد. حتماً بریم سراغش، جالبه. خب از کجا شروع کنیم؟ شاید از همون اول، قبل از قوانین مدون. آره، اگه به منابع نگاه کنیم رد پای بازی‌های توپی خیلی قدیمیه. مثلا کوجو تو چین باستان. آها، همونی که باید توپ رو از یه دریچه رد می‌کردن. دقیقاً. یا مثلا هارپاستون تو روم باستان. ولی اینا خیلی با فوتبال امروزی فرق داشتن. اون چیزی که تو انگلستان قرون وسطا بوده چی؟ فوتبال انبوه. اون واقعا یه چیز دیگه‌ای بوده. بیشتر شبیه یه درگیری بزرگ بین روستاها بوده. خیلی خشن، بدون قانون خاصی. یعنی اصلا ورزش محسوب نمی‌شده اون موقع. نه، به شکل امروزی. بیشتر یه رسم و سنت بوده شاید. یه جور تخلیه انرژی جمعی. پس کی اوضاع یکم منظم‌تر شد؟ همون 1863 که گفتیم. بله، اون تاریخ خیلی کلیدیه. 1863 تأسیس اتحادیه فوتبال انگلیس، FA. اونجا اولین قوانین رسمی نوشته شد. هویتش رو ساخت، بازی با پا. جالبه. حتی گفتی دروازه ها اول تیر افقی هم نداشتن. درسته، فقط 2 تیرک عمودی بود اولش. پس این لحظه تو 1863 واقعاً DNA این ورزشی که امروز میشناسیم کاشته شد. خیلی خوب، پس پایه اصلی ریخته شد. اما ظاهراً یه تغییر قانون دیگه هم خیلی سر و صدا کرده، درسته؟ آفساید 1925. بله، اونم یه نقطه عطف اساسیه. قبلش قانون آفساید چطور بود؟ باید 3 بازیکن حریف بین مهاجم و دروازه می بودن. 3 عجب. پس سخت بوده گل زدن لابد. سخت که بود، ولی مشکل اصلی این بود که بعضی مدافع‌ها مثل یه نفر به اسم بیل مکرکن تو استفاده از تله آفساید 3 نفره استاد شده بودن. یعنی عمدن بازی رو کند می‌کردن. تعداد بازیکن لازم شد 2 نفر. و این چه تأثیری گذاشت؟ فقط گل‌ها بیشتر شد؟ نه فقط گل‌ها. البته که گل‌ها بلافاصله زیاد شدن، ولی مهمتر این بود که کل فکر مربی‌ها رو عوض کرد. چطور؟ مستقیم ترین نتیجهش این بود که یه مربی معروف، هربرت چپمن تو آرسنال، برای مقابله با این آزادی بیشتر مهاجم‌ها سیستم WM رو ابداع کرد. WM همون 3-2-2-3 معروف؟ بله، 3-2-2-3. اون دید که حالا با قانون جدید آفساید یه مدافع میانی تخصصی لازمه که مستقیم جلوی مهاجم نوک حریف بازی کنه، همون استاپر. پس ببینید چطور یه تغییر تو کتاب قانون مستقیم یه نوآوری تاکتیکی بزرگ رو رقم زد. دقیقاً همینه، یه چرخه جالب بین قوانین و تاکتیک ها که شاید امروز هم با چیزایی مثل وار داریم میبینیم، نه؟ بله قطعاً، این الگو همیشه تکرار میشه. همزمان که این اتفاقات تو انگلیس میافتاد، فوتبال داشت جهانی هم میشد. از طریق همین انگلیسی‌ها؟ عمدتاً بله، منابع شما هم نشون میده. شبکه‌های تجاری، مهاجرها، ملوانها. فوتبال رو با خودشون همه جا بردن. مثلا تو آرژانتین اولین باشگاه سال 1867 تو بوئنوس آیرس تأسیس شد. توسط انگلیسی‌ها؟ بله، توسط مهاجران انگلیسی. و با این گسترش جهانی یه نیازی هم پیدا شد. نیاز به یه سازماندهی مثل فیفا؟ دقیقاً. رقابت‌های بین‌المللی داشت زیاد می‌شد، قوانین باید یکسان می‌شد.
این شد که سال 1904 تو پاریس فیفا تأسیس شد. و جام جهانی اون از کجا اومد؟ جام جهانی ایده فیفا بود برای داشتن یه تورنمنت جهانی حرفه‌ای. چون المپیک اون موقع فقط برای آماتورها بود. آها، پس یه جورایی جایگزین حرفه‌ای المپیک شد. بله. اولین دورش هم 1930 تو اروگوئه برگزار شد. البته اوایلش سختی هم زیاد داشت. سفرهای دریایی طولانی بعضی کشورها تحریم کردن. ولی خب شروع شد و گرفت اونم چه گرفتنی. و بعدش هم ساختارهای قاره‌ای مثل یوفا تو اروپا و کنمبل تو آمریکای جنوبی شکل گرفتن. که اینا هم مسابقات باشگاهی خودشون رو راه انداختن، درسته؟ مثل لیگ قهرمانان الان. بله، جام باشگاه‌های اروپا از 1955 شروع شد، کوپا لیبرتادورس تو آمریکای جنوبی از 1960. اینا همون ساختار جهانی هستن که امروز می‌بینیم. خب حالا برگردیم تو زمین چمن. بعد از اون سیستم WM، تاکتیک ها دیگه چطور تکامل پیدا کردن؟ منابع به کاتناچیو اشاره میکنن. آره، کاتناچو یه جورایی واکنش بود به سیستمای هجومی تر، یه سیستم خیلی دفاعی ایتالیایی. معنیش هم میشه قفل و بست. یعنی چی؟ چطور کار میکرد؟ یعنی تأکید خیلی زیاد روی دفاع بود، با یه بازیکن آزاد پشت خط دفاع که بهش میگفتن لیبرو یا سویپر. خیلی سازمانی یافته بود. اما فوتبال که همش دفاع نیست. بعدش چی شد؟ خب تیمای دیگه ای اومدن مثل مجارستان و برزیل تو دههای 50-60 با سیستمای متعادل تر مثل 4-2-4 که نیاز به بازیکنای همه کاره تر داشت لابود. دقیقاً. و اوج این انعطاف پذیری و نیاز به بازیکن همه کاره رسید به دهه 70 و هلند. توتال فوتبال. بله، فوتبال کامل یا توتال فوتبال که توش دیگه تقریباً پستی وجود نداشت. بازیکن‌ها دائما جا عوض می‌کردن. دفاع و حمله قاطی بود. که حتما هوش و بدنی فوق‌العاده می‌خواست. قطعاً هم هوش تاکتیکی بالا، هم توانایی بدنی بی‌نظیر. و میرسیم به دوران مدرن‌تر. منابع شما خیلی روی نقش تجاری سازی و تلویزیون تاکید دارن. اینا چطور بازی رو تغییر دادن؟ اوف، این یکی دیگه بازی رو کلاً زیر و رو کرد. ببینید، با اومدن تلویزیون و فروش حق پخش، پول عظیمی وارد فوتبال شد. یعنی از یه ورزش تبدیل شد به یه صنعت بزرگ؟ دقیقاً یه صنعت چند میلیارد دلاری. همین پول بود که دستمزدهای نجومی ستاره‌ها و قدرت خرید باشگاه‌ها رو انقدر بالا برد. فیفا هم که الان خودش یه پا سازمان ملل شده. آره، با 211 عضو، بیشتر از سازمان ملت حتی. این تجاری سازی همراه با اون تکامل تاکتیکی که گفتیم، همون سرعت و مهارت و زرق و برقی را ساخته که امروز شما تو فوتبال مدرن میبینید و لذت میبرید. خب پس اگه بخوایم یه جنبندی سریع کنیم، انگار چند تا نیروی اصلی تاریخ فوتبال رو جلو بردن. بله، میشه اینجوری گفت. اول اون قوانین اولیه مثل ممنوعیت حمله توپ تو 1863 که اصلاً هویت فوتبال رو ساخت. درسته. دوم، تغییرات هوشمندانه تو قوانین مثل همون آفساید 1925 که مستقیم باعث نوآوری تاکتیکی شد. مثل WM. بله. سوم، سازماندهی جهانی با فیفا، جام جهانی، کنفدراسیون‌ها که چارچوب رو ساختن. کاملاً. و چهارم، این موج عظیم تجاری سازی و قدرت رسانه‌ها که دیگه شکل امروزیش رو کامل کرد. دقیقاً. و نکته مهم اینه که اینا فقط یه سری تاریخ گذشته نیستن. یعنی چی؟ یعنی اینها دلایلی هستن که فوتبال امروز، همین بازی که شما با این علاقه دنبال میکنید، این شکلی شده. با همین قوانین، همین سرعت، همین تاکتیکا و همین اهمیت جهانی. درسته. تأثیرشون رو هنوزم می‌بینیم. بله. و خب به عنوان یه فکر نهایی برای شما که این منابع رو مطالعه کردید و این تاریخ رو دیدید، با توجه به این چرخه همیشگی بین قوانین، تاکتیک‌ها و الان هم فناوری‌هایی مثل وار، به نظرتون قدم بزرگ بعدی تو تکامل فوتبال چی میتونه باشه؟ چه چیزی ممکنه دوباره این بازی رو یه تکون اساسی بده؟ سوال خیلی خوبیه. واقعاً جای فکر داره. شاید تغییرات بیشتر تو قوانین برای سریع‌تر کردن بازی یا نقش پررنگتر تکنولوژی. نمیشه با قطعیت گفت. شاید چیزی که هنوز حتی به فکرمونم نرسیده. ممکنه. فوتبال همیشه نشون داده که میتونه خودش رو بازآفرینی کنه. بسیار خوب. این سوال رو میذاریم برای شما که بهش فکر کنید. ممنون از این شیرجه عمیق. خواهش میکنم، برای منم جالب بود.